ماجرای ملخ خوردن در شبه جزیره عربستان در 1 دقیقه. در شبه جزیره عربستان مخصوصا دوران قبل از اسلام کمبود مواد غذایی یه مسئله و مشکل دائمی و همیشگی بود. چرا؟ چون که بخش زیادی از اون منطقه همیشه خشک بود، کشاورزی خاصی نداشت و دامداری و شکار هم توش سخت و محدود بود و به علاوه که مدام به صورت فصلی قحطی میشد. در نتیجه به خاطر همین شرایط اقلیمی مردم اون شبه جزیره طبیعتاً از هر چیزی که توانایی غذا شدن داشت استفاده میکردن و ملخ هم یکی از همین منابع غذایی بود. چرا؟ چون که بیشتر اوقات وقتی ملخ‌ها به شبه جزیره عربستان حمله میکردن و همون یکم منابع کشاورزیشون رو هم از بین میبردن، خودشون تبدیل میشدن به یک منبع فراوون و در دسترس. و چون که ساکنین اون منطقه طبق تجربهشون فهمیده بودن که ملخ‌ها انرژی زیادی دارن و خیلی هم مقویان، توی اینجور مواقع شروع میکردن به جمع آوری و ذخیره کردن اونها و اینطوری شد که این سنت در اعراب شبه جزیره موندگار شد. یه طوری که حتی امروزه هم در عربستان، عمان و یمن ملخ به عنوان یک غذای سنتی و بعضاً لوکس محسوب میشه. پس میشه گفت که واقعیت تاریخی اینه که ملخ خوردن اعراب عربستان هیچ موقع ناشی از بی‌فرهنگی نبوده و فقط به خاطر کمبود مواد غذایی در یک محیط بیابونی بوده. و به علاوه که میتونید اخبار و سبک زندگی در دبی رو از پیج بلک ایگل دنبال کنید. همین